این جایزه را باید برادر جمشید بزرگمهریاروف می‌گرفت، ولی از بس که پس پنجره است جایزه را به او دادند. خودش از سزاوار شدن به جایزه هاما هامینی خبر داشته است و چنین پیامی را از داخل زندان فرستاده است. این جایزه به ما امید می‌دهد جان فدایی که ما برای دموکراسی و والایت قانون کردیم فراموش نشدند. حمایت شما و دستگیری شما ما را قوی می‌کند و امید می‌دهد که در نهایت عدالت پیروز می‌شود. جایزه هاما هامینی که هر سال از طرف سازمان امدادی مردم محتاج به حامیان حقوق داده می شود، قبل از آغاز جشنواره فیلم های حقوق انسان با نام یک جهان به جمشید یاروف سپرده شد. این یک جایزه الهام بخش است، یک جایزه هست که توجه جهان را نشان می‌دهد به این پرونده بزرگمهریاروف و جامعه جهانی یک بار دیگر ثابت می‌سازد که در جامعه ما در تاجیکستان یک مشکلی هست که آنها برطرف کرده شوند و یک قوت می‌بخشد به ما، یک الهام می‌بخشد برای مبارزه ها را دوام دادن، اویدی آزاد کردن برادر خود. جایزه هاما هامینی را به آنهای می‌دهند که به گفته دستاندرکارانش با وجود تمام سختی‌ها برای حقوق انسان سعی کردند. ما برای اون جناب یاروف را انتخاب کردیم که مدت‌های طولانی برای بهتر کردن وضع حقوق تمام مردم در تاجیکستان سعی کرده است. تلاش او برای آنکه حقوق بنیادی مردم یعنی حقوق داشتن وکیل دفاع رعایت شود. právo na obhájce, právo na advokáta, aby měl nárok každý na to. بزرگمهریاروف که سال 2015 از حقوق اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در دادگاه حمایت میکرد، با گناه‌های قلابی، ساختکاری سندها، تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید بیگناه است و اتهامات اساسی ندارند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل گفتند که بزرگمهریاروف با قانون شکنی‌های زیاد بازداشت و زندانی شده است و باید فوراً از زندان رها کرده شود.